در روسیه حدود 3000 مهاجر را که در سالهای گوناگون شناسنامه روسی گرفتند از شهروندی این کشور محروم کردند. در این باره ایرینا والک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه روز 8 اکتبر در صحیفه تلگرامش خبر داده است. وی میگوید نگذشتن از قید حربی و از طرف دادگاه محکوم شدن برای جنایت‌ها سبب‌های لغو شهروندی روسیه میباشند. معلوم نیست که در میان این 3000 نفر چی تعدادی از تاجیکان قرار دارند. سال جاری در روسیه فهرست جنایت‌هایی که باعث قطع شهروندی میشوند زیاد کرده شد. همچنین هر نفری که شهروندی این کشور را میگیرد باید زود از قید حربی گذرد، در صورت غیر از شهروندی محروم میگردد. قید حربی از طرف مقامات برای جلب به جنگ اوکراین استفاده می شود. سالهای اخیر صدها هزار شهروند کشورهای خارجی از جمله از آسیای مرکزی به خاطر آسان شدن شرایط کار و زیستشان در روسیه شهروندی این کشور شده شناسنامه روسی گرفتند. بعد شروع جنگ روسیه اوکراین و احتیاج زیاد این کشور به سرباز، مقامات در مسکو تلاش دارند که شهروندان نو این کشور را به جنگ جلب کنند. مقامات روس میگویند این شهروندان نو روسیه باید پیش از همه آماده باشند که به جنگ رفته صداقت خود را به این دولت نشان دهند. در صورت سرکشی آنها از شهروندی محروم کرده می شوند.